مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 مارس سال 2023 خبر داد که طی روزهای استراحت در 3 صدمه در شهر کولوب و یک صدمه دیگر در نویای واسه 5 نفر جان باختند. از جمله روز شنبه 25 مارس سال 2023 تخمینا ساعت‌های 15:30 راننده автомашین بارکش تمغه دولان مراد علیزاده محمد علی سال تولدش 1984 ساکن دهه زرگر شهر وحدت هنگام حرکت توسط شوروی موشنگرد از سمت نویای شمس‌الدین شوین هنگام نزدیک شدن به حدود شهر کولوب به سبب از کار برآمدن مکانیزم ترمز ماشینش از عهده اداره نمودن نقلیات نبرآمده توسط روی محله یکم مای به سمت مقابل برآمده هنگام رسیدن در محله جمعه علی شهر کولوب به درختان سویافکن کنار روی اتومبیلگرد مذکور برخورده است. در نتیجه نقلیات نامبرده ضرر تکنیکی برداشته راننده مراد علیزاده و مسافران داخل автомашین مودینوف نجیبالله سال تولدش 1990 ساکن شهر دوشنبه و شریپوف هلالدین سال تولدش 1994 ساکنان نویای عینی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته به بیمارخانه دسترس کرده شدند. بعداً مودینوف و شریپوف از سبب جراحت‌های وزنی جسمانی برداشتهشان در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. اینچنین شام 25 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 18:40 راننده ماشین تمغه اوپل استرا خیرالله سفرعلی سال تولدش 1995 ساکن شهر کولوب هنگام حرکت در روی اتومبیلگرد نزد فرودگاه شهر کولوب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل رو برآمده به دیوار برخورده است که در نتیجه مسافر اتومبیل مذکور یوسف اوکیم سال تولدش 1998 ساکن شهر کولوب به سلامتی جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همزمان 26 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 14:00 راننده ماشین تمغه اوپل استرا رسولوف رمضان سال تولدش 1993 ساکن شهر کولوب هنگام حرکت از سمت جماعت دیوت دهنه به سمت شهر کولوب هنگام رسیدن در جماعت دیوت زیرکی خولف جورخان سال تولدش 1950 ساکن شهر مذکور با دوچرخش به سمت بین روی اتومبیلگرد برآمده راننده автомашین مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده با قسم پیش автомашینش به دوچرخه مذکور برخورده است. در نتیجه خولف به سلامتی جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همین طریق 26 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 04:30 راننده ماشین اوپل استرا پیروف بهادر سال تولدش 1988 ساکن شهر کولوب هنگام حرکت از سمت شهر کولوب به سمت شهر بختر در حدود نویای واسه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده اسوف سفرمد سال تولدش 1952 ساکن نویای واسه رو که در کنار رو توسط دوچرخه حرکت میکرد پخش نموده است. در نتیجه نام برده به سلامتی جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه جان باخته است. اوی بین حادثه‌های مذکور تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر به شمار می‌روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.